بعد چنده در خرک‌های تگی افتابکی دیها موسفیدی را نمی بینی. در خرک‌های خیابان‌های پر از سایه شهر عاشقان با هم نمی شینند. لاله دیدار از چشمان همدیگر نمی چینند. تر گوید حوله باباییش را، آن یکی با دلکشالی، دیگر خود میل ایستادن ندارد. خانه ها از بچه خالی، کوچه ها از آدمان خالی، لانه هم از مرغکان خالی است. در نظر نیمی جهان خالی است. آدمان از تاجیکستان کوچه کوچه کوچ می‌بندند، خانه خانه کوچ می‌بندند، با بهانه بی بهانه کوچ می‌بندند. میروند از کشور خود هر کجا آموزگاران فوج فوج، میروند از کشور خود هر کجا آموزگاران فوج فوج، دختران و مردی کاران فوج فوج، مانده در صندوق ها دیپلمشان را. دانش اندوزان به غربت میروند، دانش آموزان به غربت میروند. های مردم یک کمی تأخیر، ما کفی خاک نیا را برکی میمانیم. تاجیکستان را چونین جنت سرا را برکی میمانیم. ما گر از امروز علاج کرده بگریزیم، لیک از فردا مگر راهی گریزی هست؟ یا که از دیروز خود از پدر از مادر و بابا بزرگان چون گریزیم؟ نیست امکان که خطی بطلان زنی بگذشته را، همچو آیین است هرگز نشکنی بگذشته را. های مردم، ما اگر حالا نباشیم در غمی فردای ملت، وای فردا وای ملت. معنی حب الوطن که در حدیث آید، گر نمی دانیم امروز با کدامین توشه می آییم بر روز قیامت، با کدامین توشه می آییم بر روز قیامت.